اینک ما در خدمت استاد محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم. حوادث اخیر کشور خیلی مردم را نگران کرده است و ما می‌خواهیم در این زمینه با استاد صحبتی داشته باشیم تا به سوال‌های بینندگان پاسخ بگویند و همچنین در این صحبت به وضعیت اخیر کشور روشنی اندازند. استاد خوش آمدید. سلام باشید. در ابتدا میخواستم از شما بپرسم که در وضعیت اخیری که امروز به وجود آمد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه تنها ممنوع شد بلکه یک سازمان تروریستی هم اعلان شد، در این زمینه شما عامل‌های اصلی را در چی می‌بینید و چرا وضع به این حالت رسید؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از همه به ملت شریف تاجیک عرض تسلیت و تعزیت میکنم به خاطر اون فاجعه ملی که روز 4 سپتامبر رخ داد و شهیدان بر جا داشت و اینچنین عرض همدلی و تسلیت به خاندان برادران و خواهران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میکنیم که امروزها در زندان هستند و از خداوند برای بازماندگان شهیدان صبر جمیل و برای اسیران و زندانی ها آزادی هر چیز زودتر را تمنا دارم. واقعا ملت ما امروز در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد و این فاجعه که امروز روز 4 سپتامبر رخ داد، این تقریبا میتوان گفت که ادامه اون وضع ناخوبی هست که کشور و بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طول چندین سالها داشت. اون سالی که شما و شاید که بینندگان شما یا دیگر یاران دوستان همیشه میپرسند که چرا این حادثه ها رخ داد و چه عامل ها تاثیر رساند که وضعیت کشور به این حد برسد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز ممنوع اعلان شود، باید علت های آن را در انتخابات سال 2010 جست. در انتخاباتی که واقعا برای بسیاری ها غیر انتظار بود نتیجه هایش و نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین یک نیروی ملی و مقبول از طرف ملت به صحنه وارد شد و رأی بیشتری مردم را کسب کرد. اگرچه با تقلب حکومت جمهوری تاجیکستان دو جای برای نهضت اسلامی تاجیکستان جدا کرده بود، هم خود حکومتداران و هم مردم خوب میدونستند که رأی واقعی نهضت چقدر بود. به جای اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان این رأی مردم را احترام بگذارد و قبول کند، اعتراف کند و با نیروهای اصیل مردمی همکاری کند، راه دیگری را پیش گرفت و با اون تنگ نظری و یکتازی در میدان آنها برنامه دیگری روی دست داشتن برای محدود کردن نهضت و از صحنه بیرون کردن نهضت همچون رقیب اصلی در میدان سیاست. و شما هم همطور میدونید و مردم شریف هم که اون پروتکل 3220 که سال 2012 به نشر رسید بیانگر اون برنامه ها هست که حتی در سطح بالای کشور یک پروتکل غیر قانونی و غیر اخلاقی و مخالف به هم قانون و هم سازشنامه صلح قبول کرده شد و هم مسئولین دولتی، هم وزارت قدرتی و هم حتی کمیته دین و دیگر مقامات محلی وظیفه دار شدند که هر کدامشون در چارچوب صلاحیت و توانمندیشون علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کنند و وضع را طرز کنند که تا انتخابات 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فلج شد و از صحنه بیرون شد. ولی باز هم برادران خواهران ما در عموم حزب نهضت استواری نشان داد و در انتخابات 2015 هم نه تنها فلج نشدیم بلکه با یک قوه و قدرت خوب وارد شدیم که بالاخره دیگر در اینجا تاب نآوردند به این صبر و متانت و استواری حزب نهضت و نه اینکه انتخابات برگزار نشد بلکه یک مضحکه و یک اسپکتاکل تمام بود که مردم هم شاهدی آن بود. اصلا ما انتخابات در سال 2015 نداشتیم. به همین طریق میتوان گفت که نهضت اسلامی تاجیکستان قربانی هم قانون شکنی و هم عهد شکنی نسبت سازشنامه صلح شد و آنها از اول برنامه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را داشتند و میخواستند با راه فلج کردن یا با راه آن که ما خودمون اعلام کنیم که حزب نهضت دیگر فعالیت نخواهد کرد، ولی چون این به دست نآمد
دیگر با استفاده از این بهانه که به دست آمد که این حادثه که روز 4 سپتامبر رخ داد و حالا هیچ کس نمیداند که عامل‌های اصلیش چی بود، این یا شورش بود یا گنرال نظرزاده تحت یگان شرایط مجبور شدند فرار کنند. حالا چون دیگر شاهد نیست ایشان هم کشته شد، دیگر این بهانه را استفاده کردند و حالا نه تنها حزب نهضت را بستن یا ممنوع اعلان کردند، بلکه همچنین حزب اکستریمیستی و تروریستی هم اعلان شد که این را به فکرم حتی خودی همون حکومتداران و مسئولین باور ندارند. خب شما درباره نقض سازشنامه صلح گفتید. آیا خودی بستن حزب این نقض یکی از بندهای سازشنامه صلح نیست و در آینده تقدیر این سازشنامه چی خواهد شد؟ ببینید الکی تقدیر سازشنامه صلح مشخص است. اون پامال شد، ویران کرده شد و عملا حکومت یک طرفه اون را از بین برد. نهضت اسلامی تاجیکستان تا آخرین لحظه پایدار به آن بود و حالا هم با وجود این همه شرایط دشوار ما اعلام کردیم که به اون روحیه و ارزش‌های سازشنامه صلح پایبند خواهیم ماند، چون سازشنامه واقعا هم نادر بود و وقتی که رهبریت اون وقته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را قبول کرد و پذیرفت، امضا کرد، ما واقعا صمیمانه رفتار کردیم و امروز هم اون صمیمیت را داریم. اون سازشنامه هیچ نقص ندارد. البته بعضی اشتباه‌ها شاید که کمبودی‌های تکنیکی و مثلا به نظر نگرفتن واقعیت‌ها در اونجا وجود داشت، ولی در کل این سازشنامه بسیار نادر بود و برای ملت ما کمک کرد. ولی آنها که بعداً خیانت شد به این سازشنامه و یک طرفه ویران کرده شد، این بحث دیگر است. نهضت اسلامی تاجیکستان، ببینید اگر ما همچون یک در اساس قانون از فعالیت باز میماند بدون فشار یا ما خودمون این تصمیم رو میگرفتیم یا واقعا اون قانونشکنی از طرف نهضت میشد، ما سوال نداشتیم. ولی وقتی که با وجود این همه فشارها نهضت اسلامی تاجیکستان دست به یگان اقدامی قطعی نزد، ما حتی میتینگ نکردیم، حتی تا تابستان همین سال به یگان سازمان بین المللی هم درباره قانونشکنی و عهدشکنی طرف دیگر شکایت نکردیم. ولی با وجود همین هم نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلان کردند و حتی بسیارها امروز بر این باور هستند که محض همین صبر و تحمل و گذشته‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث آن شد که هم حزب را بستند و هم این فاجعه را بالای ملت آوردند. اگرچه ما قسما قبول داریم که نهضت اسلامی تاجیکستان صبر کرد، تحمل کرد، گذشت کرد و اگر عیبی ما کمبودی ما تنها در همین باشد، پس این چندان عیبی بزرگ نیست. ما به خاطر ملت، به خاطر صلح و وحدت از زمان خود رحمتی استاد و تا به امروز صبر کردیم، تحمل کردیم و گذشته هم داشتیم. در آینده هم اگر باز هم به خاطر ملت و دولت باشد، ما آماده هستیم که گذشت کنیم و صبر و تحمل داشته باشیم. ولی نمیتواند این صبر و تحمل و گذشت تنها دائمی یک طرفه باشد. ما هر چقدر صبر بیشتر کنیم، تحمل بیشتر کنیم، طرف دیگر با جرأت و جسارت از این صبر و تحمل سوء استفاده کند و هم تحقیر کند، هم محدود کند و باز هم بیاید ما را گناهکار به اکستریمیسم و به تروریسم کند که این واقعا هم مخالف قانون است، سازشنامه هست و هم مخالف فرهنگ سیاسی است. استاد ببخشید، شما اشاره کردید به اینکه صبر شما و گذشت‌های شما باعثی به چنین حالت رسیدن وضعیت شده است و این را بسیاری از کارشناسان هم عنوان میکنند. ولی شما همیشه دلیل میارید که این به منفعت ملت بود. آیا فکر نمیکند که این گذشت‌ها و این صبر شما در اصل نه به منفعت ملت، وضعیت امروز به منفعت ملت نیست؟ پس شما این گذشت‌های شما به منفعت ملت تمام نشد و آیا باز هم این صبر و این گذشت و اینها ادامه می‌یابد و این باز هم شما این را توجیه میکنید که به منفعت ملت است؟ ببینید با وجود این همه صبر و تحمل و گذشت‌های ما در سپتامبر 2015 حزب نهضت را ممنوع اعلان کردند. اگر ما صبر و تحمل نمی‌کردیم، گذشت نمی‌کردیم و واکنش‌های قانونی ولی قاطعانه قبلا می‌کردیم، حتما این اتفاق زودتر رخ میداد. یعنی ما را در
همون روزی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست به یگان اقدام قانونی ولی قاطع میزد، مثل گردهمایی، مثل راهپیمایی یا بیانیه‌های تند، تنقیدهای تند از حکومت، همون روز نهضت اسلامی تاجیکستان را میبستند یا یک فتنه را بالای نهضت میکشاندند. من به خاطر تأیید این حرفای خودم یک مثال را میارم. همتون یاد دارید وقتی در انتخابات 2010 نتیجه های انتخابات را اعلام کردند و جوانان نهضت، با خصوص اونهایی که در انتخابات خیلی فعال بودند، در تالار نهضت جمع آمده بودند، چندین هزار، و وضعیت به حدی بود که جوانان آماده بودند که به خیابان برای راهپیمایی و تظاهرات بریزند و اون وقت وضعیت خیلی حساس بود. من هم در اتاق کاری خودم نشسته بودم، فکر میکردم که چی باید کرد با این مردمی به احساسات آمده و طلب کننده حق خود از یک طرف و از طرف دیگر وضعیت امنیتی و سیاسی کشور. همون لحظه یادم هست، حالا که جنرال نظرزاده رو میگن که گویا با دستور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اقدام کرده است و این تهمت بی اساس رو بر ما بار میکنن. اون وقت جنرال نبودن، اون وقت پالکورنیک بودن، در یکی از منصب‌های بلند وزارت دفاع کار میکردن. با من زنگ زدن و چون ما همسایگی و دوستی داشتیم، گفتن که فلانی سلام علیکم کجا هستی؟ گفتم ما در دفتر نهضت هستیم. گفتن که حالا ما هم در دفتر وزیر نشستیم با چند وزیر، این صحبت ما رو دارن گوش میکنن چون در میکروفون یا بلندگو مانده شده است. حالا در داخل تالار شما میدونید که وضعیت خیلی خوب نیست، مردم به احساسات داده شدن. ما دوستانه از شما خواهش میکنیم که مردم کنترل شود، چون که در اینجا وزیران نشستند و دوری بینای حزب شما 3 حلقه هست، 3 حلقه امنیتی. یکم حلقه وزارت کشور، وزارت داخله، دوم کمیته امنیت و سوم ما وزارت دفاع هستیم. و اگر کسی به تظاهرات برد حتما سلاح استفاده می شود و خونی ناحق ریخته می شود. خواهش میکنیم این کار صورت نگیرد. ببینید جنرال اون وقت پالکورنیک نظرزاده یا نظرف بود، اون وقت با دستور حکومت و همچنین یک فرد حکومتی علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با تهدید صحبت میکرد که ما آماده هستیم که خودمون برویم و آتش بکشیم. حالا که باز میگن که اون امر نهضت اسلامی تاجیکستان را اجرا میکرد. اون وقت امر وزارت کشور، وزارت دفاع را اجرا میکرد. حالا که اون وقت وزیر دفاع جناب شیرعلی خیرالله بودن، حالا بیان بگن که آیا واقعا این صحبت درست بود، امر وزیر رو انجام میداد یا نه، چون در تلویزیون با مردم شهر بدین که با سپارشی که این کار رو میکرد. و اون وقت با دستور حکومت این سپارش اجرا شد. حالا میگن که جنرال نظرزاده با امر رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان این کار را کرد. اگر او هر وقت عضو حزب میشد یا دستور رهبریت حزب را میگرفت، نباید به رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تهدید میکرد از با زبان قدرت و سلاح. بنابر همین اون وقت ما این صبر و تحمل را داشتیم، چون واقعا پیام آمد که حکومت هیچ فکری مردم را نخواهد کرد، حتما آتش خواهد شد. ما گفتیم یا باید بین حق خود و عدالت و بین ثبات و آرامش و خون مردم یکی را انتخاب کنیم، که من همچون رهبر نهضت و مسئول این راه را انتخاب کردم که باید خون مردم حفظ شود. ما از حق خود میگذاریم، چون نفرانی که آمادن برای قدرت و برای منصب علیه ملت خود آتش بکشند به همه کار قادر هستند. و من رفتم نزد مردم، اون سخنرانی که داشتم اون روز 20 دقیقه 25 دقیقه که مردم رو آرام کردم به همین خاطر بود. حالا میگن که نهضت با این صبر و تحملش باعثی به این وضع رسیدن شد. من میگم که ما به خاطر حفظ خون مردم، به خاطر ثبات و آرامش ملت این تصمیم را گرفتیم و از تصمیم خودمون پشیمان هم نیستیم. خب شما درباره این حوادث اخیر درباره جنرال نظرزاده گفتید، ولی این چند روز پیش وکیلی یا اینکه اون ادوکاتی بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف دادگاه بازداشت شد از طرف وزارت کشور، وزارت داخله، و در آن دوباره یعنی
اتهام عضویت به نهضت، قلابی و دیگر اتهامات به اون بار شد و امروز اون هم در زندان است. یعنی پس سیاست صبر شما تا این حد آورد که الان نه تنها اعضایان شما بلکه غیر نهضتی ها، حتی ادوکات ها و مثلا بعضی از ژورنالیست ها را تهدید کردن و این حال، یعنی این هم دیگر برمیگردد به یک نوع به همون صبر شما. یعنی اگر شاید زودتر شما یک اقدام میکردید وضع به چنین حالت نمیرسید. ببینید اگر ما زودتر دست به اقدام می‌زدیم این وضعیت، این فاجعه زودتر انجام میشد. این سوال‌های شما و سوال دیگر دوستان، مثلا شما ببخشید، شما گفتید که ما به سازمان‌های خارجی هم مراجعت نکردیم، ولی اگر شما زودتر به سازمان‌های خارجی خیلی اشاره کردید، زودتر اگر به سازمان‌های خارجی مراجعت می‌کردید شاید وضع به چنین حالت نمی‌رسید و اونها شاید عکس‌العمل نشان می‌دادن و یک چیز دیگری به وجود می‌آمد. حالا ان شاءالله من در ادامه صحبت برمیگردم به مسئله سازمان‌های بین‌المللی و مراجعت نهضت، چرا ما دیر کردیم و چرا قبلا این اقدام نکردیم. برمیگردم به همون سوال اول شما که دوستان همیشه صبر و تحمل نهضت را عامل اصلی این فاجعه ها میدانند، این وضعیت امروزی کشور و ما را مقصر میدانند. وضعیت تقریبا همون قصه معروف را میداند که وقتی نفر از شکایت میکند که خانه‌اش را دزد دیدند، منزلش را، همگان، هم مفتشین هم همسایگان دزد را رها میکنن، این صاحب منزل را یا صاحب مال را متهم میکنن که چرا یک قفل زدی، باید 2 تا یا 3 تا از قفل میداشتی که بالاخره مال شما دزدیده نمیشد. اینا میگه خب درست که ما مقصر بودیم که یک قفل زدیم یا کم توجهی کردیم، ولی چرا هیچ کس اون دزد را گناهکار نمیدونه که بالاخره دزدی رو اون کرده است. حالا ملت را به فاجعه و به این مصیبت دیگران گرفتار کردن، آزادی‌ها را محدود میکنن، شکنجه میکنن، آتش میکشن، حزب را محدود کردن، ریش را تراشیدن، حجاب را منع کردن، نماز را ممنوع کردن. خلاصه این همه مصیبت را بالای ملت آوردن. دوستان و کارشناسان و روزنامه‌نگاران همه این قانون شکن‌ها و عهد شکن‌ها را کنار گذاشتن. نهضت را متهم می‌دونند که چرا شما صبر بیشتر کردید، چرا خاموش نشستید، چرا زودتر اقدام نکردید. من با کمال مسئولیت قسمی از این کمبودی‌ها را به دوش میگیرم، ولی بیاید انصاف کنیم که طرف دیگر رو هم را بالاخره همون دزد رو هم یک کمی گناهکار بدونیم که بالاخره دزدی رو اون کرده است، نه ما. اما برگردیم به اون قسمت دوم سوال شما که چرا ما قبلا مراجعت نکردیم. شما ببینید از روز اول که ما صلح کردیم و امضا کردیم تا لحظه آخر در خارج در داخل از این صلح و از این وحدت ما وصل کردیم. چرا حتی کشورهای کفیل صلح هم یک کمی کم توجه شدن نسبت به روند صلح تاجیکان، چون همه مطمئن بودن که تاجیکان صمیمیت دارن، عهد و وفا دارن، صلح کردن از یک طرف، از طرف دیگر ما هم در صحبتامون، شاید این یکی از کمبودی‌های ما هم هست، در صحبت‌ها در داخل و خارج همیشه میگفتیم که صلح و وحدت تاجیکستان پابرجاست، دائمی است، ابدی است و هیچ خیانتی در این بین ان شاءالله صورت نمیگیرد. اگرچه میدونستیم که بعضی کمبودی‌ها هست، بخصوص از سال 2010 به بعد ما دچار قانون‌شکنی‌های جدی شدیم، ولی باز هم میگفتیم که این بحث داخلی ما هست، نباید در نزد خارجی‌ها ما ملت خود را، کشور خود را، هموطنان خود را سیاه کرده باشیم. ولی بعداً ما فهمیدیم از بسیار از دیپلمات‌ها، سفیران و مسئولین کشورهای دیگر که در هر فرصت این دوستان ما، هموطنان ما در حکومت، در نزد امریکایی‌ها ما را آدمان ایران معرفی کردند، در نزد ایرانی‌ها آدمان امریکا و ترکیه، در نزد روس‌ها ما را نفران دیگران معرفی کردند و در هر کجایی که نشستند ما را با یک اتهام چسباندند و سیاه کردند که بعداً آشکار شد. اونها هم گفتند که شما اینها رو تعریف میکنید، وصف میکنید، میگید که صلح پابرجا است، اینا در هر کجایی که بشینن شما را میگن که اینا اکستریمیست هستند، تروریست هستند یا فروخته شده این کشور هستند. در نزد ایران‌ها میگن که با آمریکا هستند، در آمریکا میگن که با ایرانی هستند. و ما بالاخره وقتی دیدیم که کار از حد گذشت، حتی یادتون باشه در سخنرانی که با مناسبت جشن وحدت کرده شد از طرف مقامات بلندپایه کشور صدا داد که گویا ما هیچگاه کسانی که در سال 92
در این مبارزه ها بودن ما نخواهیم بخشید. وقتی که این جمله ها صدا داد دیگر به همه روشن شد که اصل قضیه چی هست و ما مراجعه کردیم به سازمان ملل، به جناب پوتین، به آقای روحانی و دیگر سران کشورهای کفیل صلح که بیان اینها مثل که در سال 97 به ملت تاجیک کمک کردن که این مصالحه و آشتی و وحدت ملی صورت گیرید، یک بار دیگر کمک کنند که یک طرفه حکومت دارد این سازشنامه رو پامال میکند و طرف دیگری صلح را با قانونشکنی آشکار، با عهدشکنی آشکار میخواد از صحنه بیرون کند. ولی ببینید هر یک کشور منفعت خود را دارد. بعد بیروکراتیا یا بیروکراسی بین المللی خیلی قوی هست. چون ما هم سالهای طولانی درباره صلح تاجیکستان همچون یک صلح عمیق و خلل ناپذیر صحبت میکردیم، اینها این را قبول کرده بودند. یک بار وضعیت دیگر شد و نسل‌ها هم در این کشورها دیگر شده بودند. حکومت‌های قبلی رفته بود، مثلا در اون وقت در روسیه آقای یلتسین بود، بعداً نفران دیگر آمدن که صلح تاجیکان برایشون تا حد بیگانه بود. در جمهوری اسلامی ایران آقای رفسنجانی و آقای ولایتی بودن، دو حکومت عوض شد، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد که شاید قضیه صلح برایشون دیگر چندان آشنا نبود و تا اینها شروع کردن به فهمیدن قضیه که کمی وقت رفت. از طرف دیگر این کشورها در تاجیکستان منفعت دارند و منفعت‌های اقتصادی دارند، منفعت‌های سیاسی دارند. برای بسیاری کشورها تاجیکستان همچون همسایه افغانستان است. آنها دیگر دنبال حقوق بشر و صلح و سازشنامه نیستند، دنبال آن هستند که در افغانستان ثبات باشد، مبارزه علیه طالبان هست. از طرف دیگر این بحثی داعش است و القاعده و طالبان و دیگر گروه ها، این همه عامل ها تاثیر رساند که موضوع صلح تاجیکستان یک کمی دیوم درجه شود و جامعه جهانی توجهی کمتر کرد. بنابراین ما حالا با استفاده از این فرصت این حرف رو هم باید بگیم که ما درخواستمون از کشورهای کفیل صلح خیلی قاطع هست که هم روسیه هم ایران مسئولیت خودشون رو در نزد ملت تاجیک و صلح و وحدت ما به شکل درست انجام بدهند. استاد شما درباره این سازمان ها و کشورهای کفیل صلح صحبت کردید. حالا مردم عملاً، شاید شما این را قبول نداشته باشید، ولی عملاً مردم دیگر به این نتیجه رسیدند که صلح تاجیکان یک فریب بود و اون گونه‌ای که شما همیشه اون صلح تاجیکان رو برای دیگران یک نمونه مثال می آوردید دیگر نمیتواند برای دیگران نمونه باشد. چرا؟ چون اولاً صلح از یک طرف شکسته شد و اون به طور کامل تقریباً از بین برده شد. از طرف دیگر این مردم دیگر به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کفیلی که بخواهند در جامعه یا در جهان در یک جای گوشه از جهان صلح به وجود بیارند و بین یک دو نیروی درگیر یک آرامش را به وجود بیارند و صلح را بسازند، دیگر مردم به آنها اعتماد نخواهد کرد. آیا شما باز هم فکر میکنید صلح تاجیکان یک نمونه نادر و مثال زدنی برای جامعه‌های دیگر هست و مردم باز هم به این جامعه جهانی و کشورهای کفیل صلح باور خواهند کرد؟ ببینید ما باید مسئله صلح تاجیکان رو به دو قسم جدا کنیم. خود صلح تاجیکان و شرایط امروز یک صلح بسیار نادر بود و ما تاجیکان باید با اون صلح کردهمون فخر کنیم در همه جا. ولی اونه که بعدا نسبت این صلح خیانت شد و کمبودی‌های رخ داد، امروز ملت رو برگردوندن به وضعیت قبل از صلح، این مسئله کاملا دیگر است. ما باید دو مسئله رو با هم آمیخته کنیم و کاملا روند صلح رو زیر سوال بریم. بله من همیشه از صلح تاجیکان دفاع کردم، دفاع خواهم کرد و اون رو همچون نمونه و یک دستاورد بزرگ ملی میدونم، وصف خواهم کرد. ولی بعد از اون که فریب کردن و خیانت کردن به این صلح، ما حتما خواهیم گفت که نسبت این صلح نادر و این دستاورد ملی خیانت شد. اخیراً وقتی که از ما خواهش شد که در پرونده صلح آفرینی در لیبیا از طریق سازمان ملل اخیراً راه اندازی شد، همچون کارشناس بیایم صحبت کنم و تجربه صلح تاجیکان رو با طرف‌های درگیر لیبی در استانبول در یک کنفرانس سازمان ملل تعریف کنم که چگونه ما تاجیکان به صلح رسیدیم، از صلح ما طرف‌های درگیر لیبی هم استفاده کنن. من با احترام رد کردم، گفتم که نمیتونم شرکت کنم. چرا؟ اگر من بیام
با برادران لیبی هر دو طرف درگیر صحبت کنن بگن که از صلح تاجیکان الگو یا نمونه بگیرید، خوب است که اونها شاید ندونن جزئیات صلح ما را، ولی اگر کسی آگاه باشد میگه خب شما با این صلحتون به کجا رسیدید که ما را نصیحت میکنید؟ مگر شما را فریب نکردن که امروز میاد نصیحتگری ما شدید؟ یعنی این دوستان ما در حکومت با این خیانتشون به صلح تاجیکان، به این سازشنامه، زبان ما تاجیکان را بستند و این فخر و دستاورد را از دست همه ملت گرفتن. امروز دیگر در کدام منبری بین المللی ما از صلح تاجیکان با سری بلند میتونیم وصف کنیم؟ بنابراین ما باید کار کنیم که این دستاوردهای صلح و وحدت را برای اون سالها حفظ کنیم، حمایت کنیم و همزمان این خیانت‌ها و این عهدشکنی‌ها را هم آشکار کنیم تا اینکه برای نسل‌های آینده هم تاجیک و هم غیر تاجیک درس عبرت باشد که صمیمیت خوب است، وفاداری به عهد و پیمان، به سازشنامه خوب است، ولی آگاه باشد، زیرک باشد که اگر طرف دیگر صمیمی نباشد، وفادار نباشد، میتواند در یک روز فریب کند، عهدشکنی کند، همونطوری که با ما رخ داد. استاد، درباره بازداشت شده ها میخواستم یک چیزی از شما بپرسم. بعضی رسانه‌ها تعداد آنها رو 23 نفر اعلام کردن در آخر. آیا تعدادی مشخص‌تر، دقیق‌تری از بازداشت شده ها برای شما مشخص است؟ ما که تا امروز داریم از زندانی‌ها و بازداشت شدگان، کسانی که در تحت تفتیش و بازرسی هستند، رقم 78 نفر داریم که از جمله 13 نفر عضو شورای سیاسی و ریاست عالی و باقی مانده از مسئولین و فعالان حزب در منطقه ها و در مرکز هستند که یک قسمشون الکی با پرونده گویا اکستریمیسم و تروریسم و تشکیل سازمان های جنایتی متهم شدند. گروه دیگر هنوز اعلان نشده است و تقریبا 10-11 نفر رو هم در منزل‌هاشون سلاح گذاشتند، گویا که اونها مسلح بودند و میخواستند در این یک عمل مسلحه نکنند. بسیار خنده‌آور است، بسیار هم تهمت است، هم دروغ محض خنده‌آور است که چگونه یک حزبی که هزارها رزمنده را خلی سلاح کرد به دولت سپرید، با اون هم اسلحه‌های سنگین و پیشرفته، الان می آمده است با چند تپانچه یا گرانت یا تیر میخواسته است دست به کار بزند که در مقابل این همه تانک و توپ و اسلحه‌ای که وجود دارد. حتی کار به درجه رسید که در یکی از، چون اینها بردن در خانه فعالان همون چند تیر و گرانت یا تپانچه را موندن، بعد شاهدان را آوردن و میگن که از منزل آنها پیدا کردیم، نافهمیده طبق دستور در خانه که از مسئولین حزب ما هم این سلاح را گذاشتن، پرونده کردن با شاهدان. بعد معلوم شد که این مسئول حزب ما الکی قریب 1 سال است که در خارج کشور هست، مثلا در تاجیکستان نیست و حالا نمیدونم با این پروندهشون چیکار کنن که از یک طرف اون نفر نبود در داخل تاجیکستان، پیشتر رفته بود، حالا چون در ریخت این مسئولین بود این سلاح رو از اونجا پیدا کردن. یک کار تا این درجه خنده آور ولی از طرف دیگر بسیار غمناک و فاجعه‌ناک هم رسیده است که میخواهند با این کار به 2 هدف برسند. یکی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچنان حزب اکستریمیستی و مسلح معرفی کنند، از طرف دیگر افراد خیلی هم فعال نهضت اسلامی تاجیکستان را پرونده سازی کنند و جزا بدهند که انشاءالله من باور دارم هم جامعه جهانی را قبول نخواهد کرد، هم مردم آگاه و بیداری تاجیکستان را قبول نخواهد کرد و از همه مهمش ما در نزد پروردگار، در نزد ملت و وجدان خویش پاک هستیم و با سری بلند میگیم که نهضت هیچگاه از اون روزی که سلاح را گذاشت دیگر به این مسئله بر نگشته است و بر نخواهد گشت. استاد، شما در آینده با کدام نوع فعالیت کردنی هستید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟ ما طبیعی که در این شرایطی که حالا هست و سود عالی تاجیکستان قرار خود را برآورد، فعالیت حزب را ممنوع کرد، ما هم الکی اعلان کردیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل دیگر فعالیت ندارد و هیچ کس حق ندارد از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کند و از همه برادران، خواهران، اعضایان و جانشینان حزب خواهش کردیم و حتی این تقاضا را رسمی هم کردیم که دیگر فعالیت از نام حزب نداشته باشند، هم جان و آزادی خود را زیر خطر نگذارند و هم اون شرایط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشند. ولی از طرف دیگر کسانی که ما در خارج هستیم و اون مقداری که در بیرون هستند، ما فعالیت خود را طبق قانون‌های بین‌المللی و قانون‌های اون کشوری که در اونجا حضور داریم ادامه خواهیم داد، چون این قانون و اون طلبات
خاصی تاجیکستان هست و ما آشکار اعلام میکنیم که در داخل نباید هیچ کس از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کنند. ولی این دیگر به بیرون کشور ربط نداره، چون قانون‌های تاجیکستان در تاجیکستان تنها عمل میکنند، در خارج کشور نیست. و مسئله نام و شکل فعالیت در مرحله بعدی حل خواهد شد. ما در نزدیکترین فرصت حالا آماده کرده ایستادیم، شاید روزهای نزدیک جلسه شورای سیاسی حزب نهضت رو برگزار کنیم در یکی از کشورها با شرکت اون اعضایان شورای سیاسی و مسئولینی که در بیرون هستند و قرارهای لازمی را خواهیم گرفت و فعالیت من بعده خود را ادامه خواهیم داد. باز تکرار میکنم، در چارچوب قانون‌های بین المللی، در چارچوب قانونی کشورهایی که ما در آنجا حضور داریم و تنها با راه‌های مصالحت آمیز و در چارچوب اون آرمان‌ها و اهدافی که نهضت اسلامی تاجیکستان طول تاریخش داشت. استاد درست است که شما را بازداشت کردن؟ یعنی یک ساعت قبل تقریبا خبر پخش شده است که شما را بازداشت کردن. آیا این آرزو را بسیاری ها دارن، ولی حالا ما ببینید که ما و شما در استانبول صحبت داریم و من این روزها تنها در ترکیه نبودم، در دیگر کشورها هم سفر داشتم و این البته به خاطر یک روحیه و روانی برادران و خواهران را شکستن، ضعیف کردن، این آوازهای دروغ پراکنده می شود. وقتی ببینید که یک مسئولینی که تا این حد دروغ میگویند و ملت خود را میخواهند فریب کنند، دیگر معلوم است که دست به هر کار خواهند زد. ولی ما همه چیز را از خداوند متعال میبینیم و راهی را که ما پیش گرفته ایم راهی میدانیم دشوار هست و همه چیز احتمال دارد ولی بدانند همگان که این راه چی با کبیری و چی بدون کبیری ادامه خواهد یافت و حتما به یک پیروزی خواهد رسید. حالا من این پیروزی را نمیتوانم بگم که کی در چه شکل خواهد شد. مهم آن است که ملت تاجیک حتما به پیروزی خواهد رسید، چون این خیانت و این قانونشکنی علیه ملت شده است، دیگر علیه تنها یک حزب یا چند فرد نیست. ملت این صلح را پذیرفته بود، شادی کرد، خرسندی کرد، صمیمانه رفتار کرد. ولی اگر یک گروه به خاطر مقام و قدرت و جاه طلبی خود خیانت به این صلح و به این وحدت کردن، معنی او را دارد که خود را در مقابل ملت قرار دادن. حالا دیگر معلوم شد که نهضت اسلامی تاجیکستان تنها یک طرف صلح نبوده است، بلکه یک سپر برای دفاع از دیگران هم بوده است. امروز وقتی می‌بینیم که ادوکات ها را زندانی میکنند، ژورنالیست ها تهدید میشوند، فعالان سیاسی تهدید میشوند، معلوم میشود که دیگر نهضت تنها مال نهضتی ها نبود. این نیروی بود که دفاع از همگان میکرد. حالا که ما در آزادی هستیم، فعالیت خود را ادامه خواهیم داد، ولی اگر تقدیر هر چی که باشد و آماده اون پذیرفتن تقدیر الهی هستیم، ان شاء الله مطمئن هستم که روز ملت به پیروزی خواهد رسید. تشکر میکنم استاد عزیز. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی ما در استانبول. بینندگان محترم، ما از این به بعد هم برنامه خود را ادامه خواهیم داد و شما می توانید از طریق فیسبوک و ایمیل هایی که در اختیار دارید یا در صفحه های اجتماعی دیگر سوال های خود را مطرح کنید و ما سوال های شما را دریافت خواهیم کرد و با استاد محیدین کبیری و دیگر اعضایان شورای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در میان خواهیم گذاشت و پاسخ آنها را به شما خواهیم رساند. شب خوش، خدا نگهدار.